مرحمت درایه. السلام علیکم. و علیکم سلام. مرحمت شنید؟ بیا مادک. بیا چه بشه. مرحمت چه خدمت کنم؟ شکرونه. کدوم شکرونه؟ شکرونه کلینمون. کلین؟ باز سر کردی گریه و نولا تا ما چند مرد گفتم که در این خونه و در این گریه و نولا نکن چیه می اوچای تو کمرده؟ اوچای دیگران نمیم برد خیز گودک سنگ تا جمع که برادر خونه اوچاد خیلی گریه که دیل تقولی که باب خیلیو گریه بسیار بدبختی میبره با خونه را در جانم زده وای بر حالی دخترای می آچه بگم از گریه تلخی اپا و خواهر بگم ادا در جان بخی خبر گیریم بیا در حولینی می آچه خونی دیگرم ادا در جان بخی خبر گیریم بیا در حولینی می آچه خونی دیگرم ای آچه جان ای آچه جان به ما شدی حسرتی رفتی از جهان ای آچه جان ای آچه جان به ما شدی حسرتی رفتی از جهان حسرتی رفتی از جهان ای آچه جان ای آچه جان به ما شدی حسرتی رفتی از جهان حسرتی رفتی از جهان ای آچه جان
ادگانا گجوشیدی دوخی زکاس کرده بودم شوی زکاس کرده بودم گجوشی قدر کدی دوخی ای سر دومون امروز به جوی رسیده میدونی چی گپای فهمیدی که 10 سال چی برای چی بچه ما نمیگه آقا چی؟ برای که در روسیه زن گرفته فهمیدی در وقت شما ترا گفتم که همین بچه ما همین دختر را نقص نمیبینه نه بیا بتیم شد دختره میگه کلن تا اومدن مرا قطعی گودک سای خونه دفت کرد بعد گوش که مرا این گلنورا چکو که ایسا یه هفته شده میجا گردی خونه گشته ایسا یا با قطع خستوان جنگ کده یا قطع شاورست گوش که مرا یا مسئله را حل میکنی یا که ما ای کار بیام همه در این خونه دفت میکنم مرا گوش که مرا که کتگی میکنه که اوچا جان ما جان چه دادم در آسیا زن گرفته چی گفت؟ بیبی بابام گفت زدن من فهمیدم اوچا جان دادم زن گرفته اوچا ما کجا مرم جان چه ای آچنمه یا بومرها کی خانه را ای آچه تو سوختی جیگری شکرانه را بعد رفتنت با دیدهی گریانومه سراغت میرم خانه هکایم سایرم بعد رفتنت با دیدهی گریانومه سراغت میرم خانه هکایم سایرم ای آچه جان ای آچه جان به ما شدی حسرتی رفتی از جهان ای آچه جان ای آچه جان به ما شدی حسرتی رفتی از جهان کلین نه کلین نه کم کلین کلین جان نه کب شایمون میشای بچم خاله شروع تا فکر وقتی دیگه بچت نوی ما پا در خانه نمیمونم نه کب شایمون میشای کلین جان نه رایه کلین کلی از روزی که من شما رو از اون خونه پیش کردم روزی خوب ندیدم با کسی قند زدم کلی چشمانم نوبینو شده ایستاده است آهی دلی تو فرزند تو مرا گرفتم مرا میبخشی کلی جان شما را خدا بخشد عینی حال چی خدمت کنم